ابناء الانبیاء ای حسینی ها همه با هم عینت طالب به دم مقتول به کربلا عینت طالب به دم عینت طالب وقتی بیاد تکیه به بیت میزنه خودشو معرفی میکنه همه عالم صدای قشنگشو میشنون همچی که خودشو معرفی میکنه مسیح ها میگن مسیح آمده کلیمی ها میگن موسی آمده هر که یه چیزی میگه تا میرسه به این که میگه انا ابن فاطمه الزهرا شیعه سرشو تو عالم بلند میکنه میگه نه مسیح آمده نه موسی اومده کی اومده عزیز دلم اومده یوسف فاطمه اومده دلدارم اومده دلبرم اومده تو روایت اینجوری نقل شده از کعبه به سمت مدینه حرکت میکنه دمدمای مدینه که میرسه حالش سوزش بیشتر میشه بعضی از یاران و خواص ازش سوال میکنن آقا چرا سوزت زیاد شده میگه آخه مدینه بوی مادرم فاطمه رو میده این المنصور علی من اعتدى علیه و افترا این المضطر الذی یجاب اداء این صدر الخلائق ذو البر والتقوى این ابن النبی المصطفى و ابن علی المرتضى و ابن خدیجة الغرا و ابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والإمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن الغماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهدة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة صداش میزنی يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة بهبة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طاب المحكمات يا ابن ياسين
ابن سور ولادیا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین ودنا دنا واغتراب من العلی الاعلی لیت شعری ای کاش میدونستم کجاییم چرا تو بیای به دیدن من می اومدم رو دست و پات می افتادم از اینجا به بعد معانی رو بلدی علما در مجلس حضور دارن معنا نکنم لیت شعری این استقرت بجنب بل ای ارض تقل کوثرا ابرد عبارت میگه آقا بود تو بیابونات تو کوهای مکه سرگردانه عزیزون علی نر الخلق ولا تراب بگو تو عرفه و مشعر و منا اونقدر مردم رو دیدم خسته شدم چرا تو رو ندیدم عزیز ولا اسمع لك عزيزا ولا نجوى عزيز علي ان جئت بجدوني البلوى ولا ينالك مني دجيج ولا شجوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من لاقي ما نتهنى بنفسي انت یعنی جونم فدات بشه قربونت بشم میگن اگه میخوای قربون صدقه آقا بری مثل یه مادری که قربون صدقه بچهش میره اونجوری با آقا حرف بزن آقا جون فدات بشم آقا جون قربون شمائلت برم آقا جون قربون قد و بالات بشم بنفسی انت امنیت شایقیت منا مؤمن و مؤمنت ذکرا منا بنفسی انت من عقید لا یساما بنفسی انت من عدید مجد لا یجارا بنفسی انت من تلاف نعم لا تدارا بنفسی انت من نصیب شرف لا یصابا الامتا اهار فیک همه با هم یا مولا تا کی شیعه سرگردون بشه تا کی طعنه بشنوه کی میای آقا و الامتا و ای خطاب نصف فیک و ای نجوا عزیزون علی مجابهتونک مولاقا عزیزون علی نبکی کم یخذلک الورا عزیزون علی ای یجری علیک دونهم ماجرا هل من معین البوتیل معمول ابیل فالبکا هل من جزوم البوسائد جزءا داخلا هل قضیت عین فساعدت عینی علی الغدا هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقای رایم جلو پای ما بذار ما هم دل داریم ما هم آرزو داریم تو رو ببینیم هل یتصل یمنا من جبیدت فنهدا متى نرجو منائل الربیعة ونروا متى ننتفع من عذب مائك فقد سال الصدا متى نغاديك ونرابك فنغر عينا متى ترانا ونراك کی میشه همدیگه رو ببینیم مقابل همدیگه بشینیم فقط نشرت لواء النصر ترى أترانا نهب به وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأدقت أعداءك أمانا وعقابا وأبرت الوطا فجعلت